جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قالنی نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه در درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی، 1050 سال عمر دیدی، تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا، بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. بین 1050 سال به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح. چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این داری دون را که دیدی بزم و چرخ و نیلی گون را. مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتن؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیاله، به خاطر نیست جز رنج و ملاله. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، با فضل حق شود این مشکل آسان. همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشت. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن.